گرمی نخوری تا نمزن مستان را، بنیاد مکن تو حیله و داستان را. تو غره بدان مشو که می نخوری، صد لقمه خوری که می غلام است آن را. سلام و درود خداوند بر شما همه عزیزانی که از حق و عدالت دفاع میکنید. و سوال اینجاست، هر زمانی که شما از حق و عدالت دفاع میکنید چرا تنها میمانید؟ در تاریخ بشر بزرگمردان و شازنانی بودند که از حق و عدالت در دفاع تنها ماندند، یعنی کسی یاریشان نکرده و اگر یاریشان کردن گروه یا افراد اندکی بودند. علاوه بر آن که شما را یاری نمی کنند، با این عرفا و مثلها شما را نیز مسخره و سرزنش و مایوس می کنند. با شما می گویم با یک گل بهار نمیشه، خود را مسخره نکن. تو یک و تنها چی می توانی کرد؟ و یا می گویند بابا نشنیده ای که از قدیم ها گفته اند تا نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. همه مردم چیکار میکنن و تو چیکار میکنی؟ خود رشخند نکو بابا، هیچی نمیتوانی. این جمله ها و مثل ها را اکثریت در جامعه به شما میگویند و یا هم شاهد بیشتر افراد خانواده شما این حرفها و مثل ها را به شما بگویند، مثل پدر، برادر، همسر، شوهر و دوستان صمیمی شما. و ما دیدیم که شخصیت های مبارز، جوانان متدین و عدالتخواه و شازنان دلیر را منافقین ترسو، چاپلوس و بی ایمان مایوس و ناامید کردند. اما امروز باید جواب این مثل مزخرف را بدهیم که میگن با یک گل بهار نمی شود. آیا تا حالا متوجه نشده ایم؟ آن گلی که در بین هزاران خس و خار و هزاران خاک و سنگ بی ارزش رویده حیات خود را ثابت کرده، زیبایی و خوشبویی خود را ثابت کرده است. آیا این گل از همه خس و خار بی ارزش که نه حیات دارن، نه زیبایی و نه خوشبویی و نه ارزش دارن و نه حیثیت، این گل بهترین و صاحب مقام نیست؟ آن گل تو هستی برادر و خواهر من که از حق و عدالت دفاع میکنی، خوشبو هستی، زیباستی، حیات خود را ثابت کردی. یا اگر میگوین که همرنگ جماعت باش، آیا در جامعه اگر همه گرگ بودن ما هم گرگ شویم؟ اگر همه بی ایمان و دزد و قاتل و بی شرف بودن ما هم دزد و قاتل و بی ایمان و بی شرف شویم؟ اگر همه ترسو و چاپلوس بودن آیا ما هم ترسو چاپلوس مثل آنها شویم؟ این یک منافقت و بی ایمانی است که میگویند همرنگ جماعت باش. برادر و خواهر عزیز من، آنهایی که همرنگ جماعت نشدن رهبر جماعت شدن. تو بهترین هستی که از حق و عدالت دفاع میکنی. یا این که میگویند تو با یک تنهایی چی میتوانی کرد در مقابل این همه ظلم و ستم و بی‌عدالتی؟ ما با آنها حکایت پرنده را میگوییم که حکایتش در قرآن کریم چنین ذکر شده. قرآن کریم حکایت میکند زمانی که نمرود لعین حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش افکند، هیچ کس یاریش نکرد جز خداوند. اما پرنده کوچکی بود که با منقارش آب گرفته بود و می آمد که روی آتش ابراهیم علیه السلام بپاشاند تا آتش خاموش شد. پرنده های بزرگی بودند، بر او خندیدن و او را مسخره کردند و از او پرسیدند تو چی میخوایی؟ تو با این منقار کوچکت و با این اندک آب میخوایی اون آتش بزرگ نمرود را خاموش کنی؟ همه به او خندیدن. پرنده کوچک گفت من میدانم که با آب منقار من آن آتش خاموش نمی شود، اما من میخوایم در روز قیامت ثابت کنم نزد خدایم که پروردگار من با نمرود نبودم، من با ابراهیم بودم. حضرت پیغمبر علیه السلام میفرماید هر کسی که حقیقت را بداند و آن را پنهان کند این شخص شیطان لال است، یعنی شیطان گنگه است. عزیزان بزرگوار من، ما هم با دفاع از حق و نمیخواهیم که شیطان لال باشیم و نمیخواهیم حق را پنهان کنیم. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید
شما گر ظالم را در حال ظلم کردن ببینید و در مقابل این ظلمش بی تفاوت و خاموش بمانید، شما یار و مددگار ظالم هستید، نه یار و مددگار مظلوم. و خداوند بزرگ در روز قیامت شما را با ظالمان یکسان مجازات می کند. ای بزرگ مردان و شازنانی که از حق و عدالت در دفاع هستید، جواب ابلهان و ذلیلان را با این روایاتی که من ذکر کردم بدهید. در نزدیک شدن ایام محرم و روزهای عاشورا هستیم انشالله و میدانیم که ماه محرم روز عاشورا شهادت مقدس حضرت امام حسین علیه السلام، یارانش و اهل بیت برحق پیغمبر علیه السلام است که دین مقدس اسلام، قرآن و سنت جد بزرگوارش پیغمبر علیه السلام را از چنگ یزید و گروه و طرفداران یزیدی که ابا و اجدایش بت پرست و ملعون بودن نجات داد. و اکثر مومنین جهان در ایام عاشورا و ماه محرم برای شهادت مظلومانه و مقدس حضرت امام حسین السلام اشک بریزند و ماتم میکنند. و فرقه ها و گروه های هستند که ما را برای این که برای امام حسین السلام اشک بریزیم و ماتم میکنند ما را خرافاتی، بدعتگر و هزار حرفای دیگر هم میزنند. ما به آنها چی جواب میدهیم؟ اشک ریختن ما برای امام حسین علیه السلام و ماتم برای امام حسین علیه السلام و تجلیل از عاشورا را برای این است که ما در روز قیامت میخواهیم ثابت کنیم پروردگار و خالق ما با اشک ریختن برای امام حسین علیه السلام و ماتم کردن و تجلیل از عاشورای بزرگ ثابت میکنیم که پروردگار ما با حسین علیه السلام بودیم، نه با یزید. آنهایی که برای امام حسین علیه السلام اشک نمیریزند و عاشورا و محرم را خرافات میدانند، آنها با یزید هستند. ما با امام حسین علیه السلام هستیم که اونا سردار جوانان بهشت است، پدرشان ولی بهشتیان است، پدر بزرگوارشان آقای تمام بهشتیان است، مادرشان شاه زنان بهشتیان است و ما در روز قیامت با سر فراز و با حفظ ایمان وارد بهشت میشویم. درود خداوند بر شما خواهران و برادرانی که از حق و عدالت دفاع میکنید. ابلهان، چاپلوسان و منافقین را نادیده بگیرید. موفقیت از شماست.